درود به همگی عزیزان. امروز تمرین سرشونه داریم. میخوایم با هم سرشونه کار کنیم. حالا سعی میکنم FST7 تمرین رو اجرا کنم که یکی از تمرینات هنی رامبوت هست. اول یکم گرم میکنیم سرشونه رو. سرشونه خیلی مهمه که گرم بشه بچه‌ها. میتونید با وزنهای 2.5 کیلویی گرم کنید یکم. یکم حرکت دورانی. بعد یکم خون جریان پیدا کنه داخل سرشونه. خب حرکت اولمون پرس سرشونه است. بریم که با هم انجام بدیم. من وزنم 10 کیلوییه ولی شما میتونید حالا کمتر یا بیشتر بزنید. تو این حرکت میتونید دامنه کامل حرکت رو انجام بدین و تا گردن کافیه بیارین زیر. لازم نیست تا سرشونه بیارین زیر. من استراحتام معمولاً بین 1 دقیقه تا 1 دقیقه و 10-15 ثانیه است. ولی اگه میخواین توی تمرین هم چربی سوزی داشته باشین میتونین حتی کمتر از 1 دقیقه، مثلا 45 ثانیه 50 ثانیه استراحت کنیم، ولی 1 دقیقه هم عالیه برای چربی سوزی توی رژیم کات. بریم ست بعدی.
تمرکز روی عضلات خیلی مهمه موقع تمرین و من الان سوزش رو دارم احساس میکنم کم کم. همین روند رو تا 2 ست دیگه ادامه میدیم، ولی چون میخوام ویدیو طولانی نشه همینجا قطع میکنیم و بعدش میریم وقتی ست بعدی شروع شد دوباره ویدیو رو میگیریم. خب برای حرکت بعدی حرکت بردن هالتر به بالا. حالا این حرکت رو هم برای عضلات کول انجام میدن هم برای سرشونه. اگه دستتون رو جمع‌تر بگیرین برای کول استفاده میشه و یکم بیارین جلوتر، ولی اگه دستتون رو یکم پهن‌تر بگیرین برای سرشونه. و اینکه شما اگه میخواین سرشونه وایدتر و پهن‌تری داشته باشین دستتون رو میتونید بازتر کنید، ولی اگه میخواین سرشونه‌تون جمع بشه دستتون جمع‌تر. کلا این حرکت بعد تمرکزتون روی بخشی که میخواین تمرینش بدین باشه. مثلا اگه تمرکزتون روی سرشونه باشه سرشونه درگیر میشه، اگه روی عضلات کول باشه عضلات کول درگیر میشه. خب بریم برای تمرین. من یکم دستامو به اندازه عرض شونه بیشتر باز میکنم چون میخوام یکم وایدتر بشه، پهن‌تر. حالا به این صورت میریم بالا، یه مکس و دوباره میریم. من معمولا تکرارها رو 15 تا 20 تا انجام میدم چون تو رژیم کاتم. اگه توی حجم بودم این حرکت رو 8 تا 12 تکرار انجام میدم. بعد تمرین هم میتونیم یکم فیگور بگیریم که پمپاژ بیشتر بشه تو عضله، پمپاژ خون. با دستتون فشار بدین به سمت میدن. خب برای حرکت بعدی پوشاپ به صورت پا جمع، یعنی پا نزدیک بدن، حالا پوشاپ زورخانه‌ای بهش میگن. و اینکه سعی کنید یه سطح بالاتر از زمین رو انتخاب کنید برای گرفتن گریپ دستتون، چون شما وقتی که دستتون رو زمین میذارین دامنتون تا همین حد میتونه باشه و دامنه کامل نیست. من میخوام یکم بریم زیرتر که عضلات بیشتر درگیر بشه، یعنی کشش بیشتر ایجاد بشه. هرچی کشش بیشتر رشد عضله بیشتر. شما توی هر حرکتی حتی زیر بغل اگه کشش داشته باشه یک کشش یک منقبض کردن، stretch squeeze، یعنی خیلیا
خیلی ها مثلا اگه آرنولد رو دیده باشین یا ورزشکارای حرفه‌ای یا مثلا بروسلی، اینا بروسلی وزن زیاد نمیزد اما کشش همیشه ایجاد بود، یعنی همیشه استرچ. ما وقتی فیگور میگیریم کشش میدیم عضله رو. ببینید وقتی کشش میدی عضله رو باعث میشه که رشد کنه. خیلی هستن فقط منقبض میکنه، یعنی فقط هی منقبض میکنه، ولی اگه آرنولد رو دیده باشین تو تمرین قشنگ میکشه عضله، اینجا کشیده میشه. استرچ خیلی مهمه تو همه عضلات، بازو، استرچ و اسکویز. حالا بریم سراغ سرشونه. من الان رو میله هالتر این کارو میکنم. ببینید پا نزدیک بدن، کمر صاف و همون گریپ پوشاپ رو میگیریم، میریم پایین، میایم بالا. اگه نتونستین میتونین یکم پاتون رو بیارین عقب‌تر که ساده تر بشه حرکت. ببینید اینجوری. اگه میتونید نزدیکتر. حالا من معمولا این حرکت رو سوپر ست میزنم، یعنی بلافاصله بعد از این تمرین میرم روی نشر از جلو. ببینید این حرکت الان دوربین هست، نشر از جلو، اینو سوپر ست میکنم، ولی با ست اول نه. ست اول رو میزنم چون 4 ست اینو میزنم، 3 ست این، در نتیجه یه ست از اینو، همین ست اول رو سوپر ست نمیکنم. 3 ست بعدی سوپر ست میشه با نشر از جلو که قشنگ عضلات جلویی رو درگیر کنم. نفس بکشین داخل تمرین. اینو 10 تکرار تا 12 تکرار بزن.
این روند رو 2 ست دیگه هم ادامه میدم سوپر ستو و بعدش بریم تمرین آخر. خب عزیزان، برای تمرین بعدی تمرین FST7 داریم، یعنی 7 ست. 7 ست با 30 الی 40 ثانیه استراحت بین هر ست. این تمرین رو من نشر جانب انجام میدم و 7 ست این حرکت رو ادامه میدیم. استراحت میکنیم و میریم ست بعدی تا 7 ست این روند رو ادامه میدیم. میتونیم هر 2 ست یه بار فیگور بگیریم که پمپاژ خون توی عضله بیشتر بشه. خب من همین روند رو تا 4 ست بعدی انجام میدم. الان 3 ستش تموم شد. امیدوارم که از این تمرین لذت برده باشین و استفاده کامل رو ببرید. حتما اگه تستش کردین نظرتون رو بهم بگید. مرسی.